چطورین؟ آقا سوال کرده بودین که چطوری موس و کیبوردمو وصل کردم به ایکس باکسم و الان میخوام بهتون بگم که چطوری. ایسا داداش چطوری؟ آقا ببین، شما یو اس بی موس و کیبوردتون رو باید وصل کنیم به این دوتا درگاهی که خود ایکس باکس یعنی ورودی یو اس بی داره. شما بعد اینکه وصل کردین موس و کیبورد وصل میشه و نکته مهم اینه که بازی هایی که انتخاب میکنین باید از موس و کیبورد پشتیبانی کنن. مثلا هر بازی پشتیبانی نمیکنه، مثل سامبلگاز، اف سی، بعد نمیدونم بازی های ماشینی، اینا هیچ کدوم داخل ایکس باکس از موس و کیبورد پشتیبانی نمیکنه. تنها بازی هایی که پشتیبانی میکنه بازی شوتره. مثل وارزون، فورتنایت، والورانت و